شناسنامه بدن، برو سربازی، برو فلان، یه شناسنامه که هویتمو نشون بده. بچه‌م بزن مدرسه بیمه کنم. پدر سگا ندادن. یه جا رفتم کپی شناسنامه کارت ملی دزدیده بودن. گفتم آقا چیز کن، اینجا ندار. رفتم اون، خب یه دفعه داده بود 120,000 گرفت. رفتم اونجا 10,000 یه دفعه گرفت. یه اون آدم دختره با انصاف بود، اون که موهاش بویون بود با انصاف تر از اون موبسته بود. میخوام بگم این آدمایی که میذارن اینجا چرا کار مردم رو نمیدن؟ من کارت ملی رو میخوام، برو چند تا شهادت، اگه کسی کار نداشته باشی میکشنت. ببینم بی کسی کاری بگی ضامن ندارم، ما میگم برو خدمت برو آمپول کوزاز بزن. کسکش من چاقو خورده یا رو آمپول کوزاز بزنه. این گایدین دیگه. من خدا که شناسنامه به درد من نمیخوره. اما واسه بچه‌م بیمه کنم و این شاشی تو این شناسنامه که هیچ موقع به درد نخورد واسه. میخوام چیکار کنم؟ اصلا خودتون شناسنامه خود پاسپورت بدین از ایران گورمون رو گم